بسم الله الرحمن الرحیم. یک محاسبه بسیار خطرناک. به خدا قسم این محاسبه من را ترساند تا اینکه به گریه ام انداخت. درست است که عمر انسان به دست خداست. با فرض اینکه شما 60 سال زندگی کرده اید، اگر روزانه 8 ساعت بخوابید، در 60 سالگی 20 سال خوابیده اید. اگر 8 ساعت به محل کار رفتید، یعنی 20 سال کار کردید. دوران کودکی و نوجوانی شما 15 سال است. اگر 2 بار در روز نیم ساعت صرف خوردن غذا کرده باشید، شما 3 سال از زندگی خود را برای غذا خوردن صرف کردید. خواب، خوراک، کار، کودکی و نوجوانی همه 58 سال است که از مجموع 60 سالگی فقط 2 سال باقی مانده است. سوال اینجاست شما چند ساعت غرق در عبادت بودید؟ و در روز حساب چه میگویید به خداوند متعال که عمرت را چگونه گذراندی؟ قرآن کریم بیشتر از 600 صفحه نیست، یا 604 صفحه است. اگر شما باور ندارید به قرآن رجوع کنید و برگردید. دیدید چند صفحه است؟ صفحات قرآن 600 صفحه است که تقسیم بر طول 30 روز چقدر خواهد بود؟ بله، 20 صفحه می شود. حالا یک فرایند بسیار ساده. سهم هر روز 20 صفحه و همچنین در هر روز 5 نوبت نماز داریم. 20 صفحه تقسیم بر 5 نوبت نماز می شود 4 صفحه. پس اگر شما بعد از هر نماز 4 صفحه قرآن بخوانید، شما در هر روز 20 صفحه قرآن می خوانید. یعنی به راحتی در 1 ماه قرآن را ختم می کنید. صبر کنید، این پیام هنوز تمام نشده. چیز زیادی از عمر ما باقی نمانده است. اگر این پیام را به همه برادران خود و تمام جهان ارسال کردید و دوستانتان قرآن کریم را به خاطر شما ختم کردند، می‌دانید چقدر پاداش می‌گیرید؟ هر وقت کسی قرآن را ختم کند، ثواب و پاداشی هم به شما میرسد. چرا امسال یک پروژه سودآور برای خود شروع نمی‌کنید؟ چرا اجازه نمی‌دهید که همه مردم قرآن کریم را به واسطه شما ختم کنند؟ آیا هنوز تردید دارید؟ الدال علی الخیر کفاعله. دلالت کننده بر خیر مثل انجام دهنده آن است.